دوستان عزیز سلام علیکم. قرار داریم در ناحیه 5 پورگنج امروز 10 سپتامبر 2025 سال ببینید که برادر ما فرقت یک زمینی به آب چول ملیگرام، من این زمین بود پیش انا میخل به آب انا میخل سوب سرخ میگم زبز انا میخل زرد سوختگی خاص و این رو با بهشت مبادل کرد. آب آورد، هموار کرد، سیب شینوند و این رو بینید سیبهایش رو. این سیب نوعی پینک لیدی می باشد. سیبی سوب سرخ می شود. اکه فرقت در یک گکتار چند سیب شینوندگی اینجا؟ تک پیوندش چی؟ امنه 2500 دونه. تک پیوند امنه 2500 دونه در هر یک متر شینوندگی. بله. یک متر بین قطار چند متر؟ 4 متر. یک به 4. و خدا خواهد چند تونه میتید در سالوی که نقص یاد اگر سالی نقص یاد اکل تجربه کرده نیست. تجربه نکرد طبق خلاصه های دیگر اولیمون آدمای دیگه چند باید تونه تید 30 تن باید اگر 30 تونه باید تید یگان بار فروخته دکا باید 2 سال شد میفروشیم کم 2 سال شد میفروشید چند پولی برد مایداش 5 سوم کالونش 10 سوم 5 سوم 10 سوم در همین ناحیه 5 و همینجا از ناحیه نمی بروید همدوران عزیز دیدید من چخیلی که چند مرتبه قید کردم در ناحیهتون همون درختی کنید که در ناحیهتون با فروش رود. من همین سیبی پینک لیدی این سوب سرخ میشد در ناحیه 5 سوب سرخ میشود از کنده از اوتک تا بالا این میبنددنم خیلی اگر شما امنو گیرید ولی اینجا ستوم زده سیم زده کشول میکنن سیما میکشد چون که این کلان شود این بعد چپا میشد بسیاری بند میبندد چون که در حقیقت بسیار میبندد. دیدید ببینید یک آدمی در اینترنت با من بسیار گپای گنده گفت که دروغ میگی از همون تکوندوی باباگیمون نمونیم. من گفتم نه اخی ناحیه 5 رفته بینید چقدر باغهاش است با من ای ها نه خوب در 5 سیب شود. گفت تو چی دروغ میگی من این ناحیه 5 محلتون کجای چیه همین همو یا آدم پرسیده بود اسپرس محله اسپرس بوده است. من کدوم باور نکند ببینید و آدم با من بیشتر گپای بیزه گفتنش زبالکیرات کردم لیکن من تصدیق کنم من خسته خودم اومدم که در ناحیه 5 باغ‌های اینتنسیوی سیب شنونده شده است و ببینید سیبش چقدر بسیار دارد. نبینید سیب رو سر به گوش ببینید این پینک لیدی این سوب سرخ می شود و تو بهار نگاه کرده می شود. ببینید نبینید چه بسیار بستگی. نبینید یک تاش میگذار 10 کیلو بندد در 1 متر 100 سومونی و این پولی کم و کم نیست که 2500 دونه 100 تا 2500 سومون اگه حساب کنید 250,000 سومونی 50 شو گذارید 200,000 100 سومونش 100,000 شو گذارید در 1 هکتار 100,000 هم گیرید. اگر این که من با طریق نهایت منفی حساب کردم. اگر ببینید همدوران عزیز این البته مهنت میطلبد این از هوا نمیشود. وقتی که شما باغ کردنی هستید پیش از باغ کردن باید گرد اطراف باغ رو محکم کنید دونید که مهنت میطلبد مهنت کنید مبلغ صرف کنید بعد هنم خلین 250-300,000 سومونی پول با کیسهتون میدراید. همدوران عزیز اگر گفته های من معقول شدگی باشد نویسید مایلش گپی گنده هم نویسید و دشنام نکنید. همدوران عزیز در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد. من این مهنتی فرقت بود برادر ما فرقت حال با یک باغ دیگر میریم با نوار میگیریم. خدا نگهبان شما باشد.